و فاطمه رضی الله تعالی عنهما پسرک تولد شد. در حفوظگی کودک حضرت صلی الله علیه و سلم دو قشقوری اخته کردگی فربه تازه را گرفته و حضرت علی در خانه نبوده است. بیبی فاطمه را امر کرد گفت یا فاطمه احلقی رأسه و توزنی و تصدقی بوزنه من وریق. یا فاطمه سری حسن ابو تراش. این روایت ابو رافع است. یا فاطمه گفت سری حسن ابو تراش وزن بکش با وزن موی سرش نقرس بکن. و خودش حضرت صلی الله علیه و سلم دست و سینه بر زده اما دو قشقوره کشت. حضرت علی اومد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسید که یا علی پسرچه برای چی نام کردی؟ حضرت پهلوان بود، جنگاور بود، مرد میدان بود. اولین بچه‌ها یوش کردن مشق کنه ببینیم مایکو شده UFC نوشته دیگه. و حضرت تمام آرزوی فرزند پهلوان داشتن در قلبش بود. گفت یا رسول الله حرب نوجه حرب موقع. حضرت گفت این حسن ای بود. این پسرچه من حسن ای. یک سال بعد بیبی فاطمه حسین تولد کرد. حسین دوگانه نیست. حسن از حسین یک سال کلان. حضرت بو همون عمل انجام داد. گوسفند را خودش گرفت آورد. علی را امر کرد سری کودک تراشیده. گفت این پسرک ما چی نام کردی؟ حضرت علی گفت یا رسول الله هموشه قصد حرب نام کردن داشتم. جرأت نکردم شما نام عوض کرده. همیشه میگم حرب نام کنم. گفت نه این حسین ای. و گفت یا علی اقبح الاسماء الی الله حرب و مره. قبیح ترین نام، بی‌زیب ترین نام در پیش پروردگار متعال نام حرب و نام مره. این حربش نمی جنگی. ولی قشلاقی نداریم که یک جنگی خانه جنگی خوجه نداشته باشه. در صورتی که این نام قبیح به دست. سبحان الله. اینا ببینید. یعنی که حضرت صلی الله علیه و سلم همین سه مرحله عقیقه را هر سهش فعلا انجام داده است. کشتن مال، گرفتن موی سر و نامگذاری. بعدا به خاطر اون که مبادا با تنبلی نکنن امتها حضرت تاکید کرده است کل غلام رهینتون به عقیقتی. هر طفل گروگان عقیقه خود می باشد. گروگان یعنی زلوجلی. همین محفل عقیقه در تقدیر آینده کودک تأثیر خود چه میگذارد. این از سخن ما هست نه یکون سخن داملا هست. این سخن پیامبری صادق مصدوق است. کل غلام رهینتون به عقیقتی. پدرای عزیز خوب گوش بداره. حقیقتا یک زمانی بود که از همین حکم عقیقه و قدر معتبر و آگاه نبودیم. متاسفانه فرزندو کلام میشیدن توی خط نسور میکردیم نه که همین عقیقه را در وقتش انجام نمیدادیم. و این عقیقه سنتی وقتی است. وقتی معین داره. حضرت گفت تذبح عنه یوم الصبح. در 7 روزگی طفل برای شکرگزاری نعمت الله 2 مال ضبط کرده میشده است. مالی بهتری در عقیقه بچه‌ها گوسفند است. همین گوسفند پیشتر چیزی نیست. امکان داره که مثلا گاو بکشی، امکان داره که شتر بکشی، اما همین فضیلت گوسفند، ثواب گوسفند ای شتر گاو ده بالاتر میشه. نر ماده‌اش فرق نداره. برای چی؟ برای پسرچه دته. اگه جو ما گرفتیم که پسرچه ده باید دته بکشیم دختر ده یک ده. دین ما تکیه به نقل داره. ما اصلا همین موضوع را یا از قرآن میگیریم یا از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. به عقل زعم خود ما گفته نمیتونیم. زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرد عن الغلام شاطان و عن الجاریه شاه. از پسرک 2 گوسفند است حقش، از دختر 1 ده. این روایت در جامع سنن امام ترمذی اومده است به اسناد حسن. حضرت گفت ولا یضرک اذکران کنم اناثا. هیچ ضرر نداره. گوسفندی نر، گوسفندی ماده هر دش میشود. اگر ان شاء الله هم گوسفندای عدیری باشه وارد همین خالصترینشون هم کمه. باور کنید ایبز ده بی‌ضررترن. خیر اگر کسی یارو رفیقای داره که دولینشون بلند یا کسل قند دارن امکان خوردن گوشت گوسفند است، یا گوسفند بکشه یا بز ان شاء الله بخیر. کسی بخواد گوسفند بخره، کسی بخواد بز. مستحب است که مولی که برای عقیقه ضبط میشود
اگر آدم امکانیت دار باشه دارا باشه مثل همین قربانی به 3 حصه تقسیمش کنه. یک حصهش حق فرزنداش اهل خانواده، یک حصه دیگه باید صدقه کنه، اینا در حق همسایه ها در خیش پیوندو، و یک حصه که دیگه طعام اندازه میپزه. اینا میرن یک حاجی کرامت الله دعوت میکنن مهمانو شو میشینن مردم مسلمان میخورن در حق فرزندک دعا میکنن. خب همین مسئله را بچه‌های عزیز جدی بگیرید. در اسلام حرج نیست، شرط نیست که حتما معرکه کنید، ولی بعضی‌ها این معرکه میترسن نمیتونن. آدمی که امکان و شرایط نداره همون مولا بکشه، زنش بفرما قیله کنه، مایده خوردن بگیره، یا ماه میخورش یا سال میخورش توکلش بخدا، اما سنت به جا میآید. ایمی باید نترسید. اوقات برای خانواده گوش میخری کو او دام مولا بکشی مایده خلادیلی کم لفظ زده است، خامم که مونیش میشوه، پخترم مونی میشوه. ای پیش رمضان ای میگه میره ترک نکنیم، بسیار بی‌غیرت شدیم به خدا قسم. یک کس گفت که دملا اینا من نداشتم نکردم چی میشوه؟ خلق گفتیم نداشتی که همون عروسا میگن ننید ای سودنید. قربانیه که واجب ای اگر نباشه نمیکنیشه، ای کو سنت ای. همه همسایه برش گفت که دملا گفت همین بدبخت 10 روز پیش گفت یک کچکی پیتبول ده $800 خرید. هم پیتبول میدونه نه پیتبول تریه وی پاد یک کچکی جنگیه، این سگ برای جنگه، یکم فایده و منفعت نداره. هر روز ای ثوابت یک قیراط کم میشوه. با او را میگیری جنگ میاندازی، او را جنگ ناندازی نمیشوه. صاحبای خچه میخوی اگر جنگش ندازن. هر او را جنگش میدازی دست به کار حرام میزنی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از تحریش منع کردگی، اجازه نمیده پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حیوان یا خروز یا کوگه جنگ بدازی. اینا بی برای یک کار جنایت سر تا پا گناه معصیت مقصد انا پول میومن میخرن گوسفند را که اخی یا نعمت پروردگار در همین گوسفند تنبلی میکنن. سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاس میگذارن. مردک شوی خدای تعالی مردکا را دوست میداره. بعضی عملهایی هست که انسان حتی اگر قرض کنه انجامش بده، خدای بزرگ میگه من کفیل میشم که همین بنده قرض شادو میکنه. مردی که به بلاغت رسیده زنش نمیتن اگر همین امکان نداشته باشه قرض کنه و زن بگیره که به زنا نافته، خداوند میگه من کفیل هستم که همین آدم ادا میکنه قرضش. شخصی که به خاطر خدا محفل عقیقه را برگزار میسازه بگذار قرض کنه برای همون بزرگ گوسفند بخره، کفیلش پروردگار است که ان شاء الله حقش ادا میکنه. امام غزالی خدا رحمت و مغفرتش کنه وقتی درباره عقیقه صحبت میکنه یک قصه عجیب آورده است. میگه در مصر یک شخص صاحب فرزند میشود. امام غزالی شافعی مذهب، در مذهب شافعی مذهب مسئله عقیقه با جدی‌تر است خیلی نسبتی با. صاحب فرزند میشود، بیچاره کمبغل بوده است، دهقان بوده است، ولی زراعت جمع کرده گرفتگی نبودیم. نزد سرکار میرود، سرکاری محله که برادر یگان جا یک دینار قرضم بیا بتیده یک مول بخرم مقصد عقیقه فرزند نبکنم. سرکار همی دستش میگیره کجا یک رئیس به دست تاجر به دست آدمی به دولت به دست خانه به خانه و دکان به دکان میگردونش که همی برادر یک محفل خیر داره یک دینار قرضش بتیم. یک دینارش با پول امروزه ما همین $100 میشود اگر دقل بگیری. همین تو عصر که میگردن این هم کمبغل در اوقا باوری نیست، خیلی هیچ کس اون نمیته. نماز عصر ادا میکنن میگه در یک مسجد حدش مانده شد یک کارت که اومد نکرد خیلی نفره میشه. هم در راهی بازگشت از پیش قبرستان میگذشتیان چشمی همی سرکار در قبر یک جوان مرد میغلطه. میگه فلانی خدا رحمتت کنه، همون خیلی مردک بود است، خدا رحمتت کنه. این همی کسی کارش میغلطید دستش میگرفتم پیش تو می اومدم کارش بود میکردی، من گمان کردم که تمام همین مردمی همین دیار همین خیلی بغیرتن، همین جوان مردی همین موضع این منطقه تو بدهی. ای بچه همین تو نماز عصر گشتیم یک دینار قرض برای برادر اسلامی را نیافتیم، در حقش دعای خیر کردم. اومد در خونش یک دیناری بجایی داشته، همین باین گرفت شکستش. ببین همین نیمش قطعی برای خیلی بزرگ بخیر میشوه انشالله. که حاصل تا گرفتی با قرضی مرا بیار بته.
این تیلو با شکستن کم نمیشود. هم قرب شگون نمیکنن. سنگی بدگوهر اگر کوسه زرین شکند قیمتی سنگ نیفزاید زر کم نشود. خودش نماز خفتن وقتی که میخونه در آن محله میآید روز میکشه به همین فکر و اندیشه که این مردم این بی غیرت بی همت چیدیان این کار این مسلمانو چی میشیده باشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که صدقه 10 ثواب داره قرض حسنه 18 ثواب. برای چی مردم در همین کاری ثواب نمیخواهند که دست داشته باشند؟ با همین اندیشه و نیتها خوابش میبرند. در خواب شب همون مرده که در حقش دعا کرده بود همون مرده کم میبینه. اون میگه که فلانی بسیار مضطرب حالم کردی، بسیار ناراحت شدم، نخواه یه ایدید نباشه از برای خدا. یه دینار چیه که یه دینار قرض ندی آخر خونه آورد باورتون نمیشه وقت پلا بتا زکات بگیر همین زکات پیشکی داده میشود. شرط نیست که ماهی زکات دادویا. تو میتونی که پیشکی بتی یک کار افتاده ده یا جوان ده قید میکنی این همین کم مبلغ هم به حیث زکات دادگیم در فلان چیزلا. وقتی ماهی پرداخت زکات چی همون دادگیات همش حساب میکنی. اون برخدر نمیره وکو. قیصه کوتاه در خواب هم مردک میگه که سحر بعدی بامداد حولی مبرا بچه ها ما بگو که تنور را بکنن زیر تنور 1 متر چقرتر بگیرن در یک افتوای میسی 500 دینار بجا کرده بودم به 1 روز زیره همون را بگیرن بتنش. یه خوب میخیزه همین خوب هنگی همین فلق صبح در یاد شد بامداد همین خونه ددیله ای خدا بگم نگم خوی او را قبول میکنن نمیکنن ای کرده این چی اپوف گفته میویه ازم میویه خونه فرزندای این مردک میگه بچه ها دینه در حقی پدر تو دعا کردیم همین شب در خوابم دوما دیدم خیلی گفت اوی تنور شمالی کرشویه ما این را استفاده برنه میشه و خیلی گفتن یا بکنیم اوی پدری ما در حیاتش دروغ نگفته است بعدی مردنش دروغ میگه تنور را میکنن همین 1 متر چقر میگیرن که حقیقتا هم افتوای بیسی میبرویم در دروش 500 زلاتای چروانی دینور او خانه میفهمید 500 تنگای تیلو ولی میگه این میروسی پدرتونه زمانای پیش سیف نبود بیچاره مردم ای ترسی دزد و راهزن و غارتگره سموی زیوتی را میگرفتن در تای خوب بجو میکردن. میگه او بیچاره هم 1 دینار قرض طلب داشت گفتن پدر ما را سبزه خوب کشیده وجب شده است این قیگی تای خجوان مرده مرگ ما زنده ها که غیرتی هم مرده را نداشته باشه پاک و پحیل بخشیده میشه مرگ بده ای همین شیر بچه میشه واقعی او فراموش نکرده بچه ای شیر بچه میشه و ای مور بچه همین میخوای فرزندات مرد شوان خودت مرد شو میخوای فرزندات راستگو شوان خودت راست بگو در تایک از بزنه بچم برم بگو که اوتم نیست داری او فرزند چی فرزند کلون میشه واقعی ای بچه این دروغ چی گرد نب دست میگه یعنی چه خیلی که معامله کنی فرزند با مثل پدر میره از حکیم کرد شاگرد سوال که مهندس کیست فرزندی حلال یا شاگرد استادش میگه سوال میکنه که همین فرزندی حلال زاده چه فرزند میگه گفت آن کو عاقبت گردد شبه با پدر گر بخرد است گر صفه گفت حلال زاده فرزندی را میگن که همین روی مثل پدرش میشه چند گاهی گر نماند با پدر عاقبت خود را رساند با پدر. ممکن در جوانی بعضی فعل اطفاری داشته باشه که از پدرش فرق کنه میگه همین هر قدر سین سالش گرفته به حد کمال رسید همون شبیه پدرش نمیگیره ورنه حال او بر این معنا گواست دست از او بکسل که فرزند زیناست اگر همین خیلی نباشه ها امید تبرکن که فرزند حلال زاده نیسته. این مرده که خوبم میگه گرفت تیلوها را آورد در پیشی این کمبغل ریخت در آن سرش کم مبلغ ندیده دست بیچاره هش سرش کم همین تا یک مشکر در پیشش ریخت گو شیری مادرت حلال این بچه اگر تو نمیشیدی این خفوره ما اگجا میدیدی گو اگر در خوابش همون مردی خدا میگفت که یا مقدار شبگی میگرفت نگفت همون نیم دیناری خدم که جاده هم قرض میدن من پولی خود نبیار تری مردک ها بودن که اسلام رواج یافت امروز گوشه نیست که مسلمان نباشه مسجد نباشه
از برای خدا اگر به همین حال رفتاری ما میشید اسلام همین دیاری خود ما بیرون نمیبرم ولی تنه میزنن اسلام بازار بی شمشیر بازار بی آتش پنج است قسم به خدا دروغ است یگان آدم همین مالایزیا و اندونزیا که بزرگترین دولت های اسلامی هستند لشکر نکشیده است مردم همین سرزمین از روی اخلاق و آداب و راستقولی و انصاف تاجرای مسلمان اسلام قبول کردند همین تاجرای مسلمان هم امروز مسلمان کردند از اندونزیا هر سال 200,000 حاجی میروند ای مالایزیا 150,000 کلانترین کشورهای اسلامی هست اینا ببینه پس رکن اول همین کشتن مال در همین کشتن مال از برای خدا آدم باید بی غیرت نشه مردک باشه یک کس در دستش تلفن این واقعا یکون 5-6 سال پیش او وقتا همین S5 تلفنی بالا همین S5 به سامسونگ این همی تری داره دومنا این همه چخیلی کنم ندارم چی تری کنم همونکا کبو فروش گفتم $400 میخرمش در $100 یا مول بکشه در $300 یا تلفن خوب میشه ای خدا نمیترسی ای خدا بود کمری سوار میگردی در دست تلفن S5 ای با نمیدونی همین ندارمای تو داره خدا امروز دیگه مسئله ندارم نیست امروز همین اهمیت یعنی همین حقیقت مهمه کسی باروش همین حقیقت مقصد اهمیت داره سنت پیغمبر میدونش سرش در سنگ میزنه میکنه لیکن کسی غیرت نداره یا چیزی فترستی پیل حسابش کنه پروا نمیکنه دیگه آدم باید با غیرت باشه آخه حضرت در سال 3 و 4 برای حسین عقیقه کرده است از برای خدا شما باید تاریخ پیغمبر را بگیری ببینی سالهای قحطی و گشنگی بود سالهایی بود که از شدت گرسنگی در شکماش و صحابه های پیغمبر سنگ میبستند لیکن حضرت همین کار کرد خب مستحب است که قبل از کشتن مال دعا کنه همون پدری فرزند یا بابای فرزند همون صاحب درکش پروردگار رو همین عقیقه فرزندی و عقیقه عبدالرحمن های خدایا قبولش کرد اگر آدم خودش هنر کشتن داشته باشه رنگ حاجی تاجدین ما مایلش بکشه نه که رنگ موری به هنر باشه بهترش یک قصوبه دعوت کنه همین عقیقه یا نازکی داره یا مستحبی داره که در قربانی اون نیست اگر علاج امکانش باشه همین گوشت استخوان میده نکنی بند ببری اگر بهتر و خوبتر است و خاطر فولینیک و خاطر اون که همین فرزند 4 اشکالش بتون با کمال برسه نه که این امری مستحبه اگر کردی چند ثوابی زیادتر میگیری نه که اگر نکردی گناهگار نمیشه رکن دوم عقیقه گرفتن مویسر حضرت صلی الله علیه و سلم کلمه حلق استفاده بوده است حلق تراشیدن پس کردن نیست اینا ببینید سرش بتراشه گفت حضرت صلی الله علیه و سلم حتی بیبی فاطمه زهرا را امر کرد که یا فاطمه احلقی رأس الحسن ای فاطمه سر حسن را بتراش فاطمه ای که در امر سرش تیغ در دست گرفتگی نبود یک تیغ کردمانان که سر حسن را تراشید حسن بسیار سرمو بود امام حسن از تمام مخلوقات دیگر با رسول الله صلی الله علیه و سلم شباهت بیشتر بود از بیان تمام همین بنده های خدا از همان شبیه ترین حسن بود است حسن وقتی به بلوغت رسید صحابه ها میدیدن میگریستن میگفتن که بیاد ما پیامبر صلی الله علیه و سلم بیارید حضرت خودش سرمو بود آخری در سن 63 وفات کرده است روی سر حضرت در کتفش میزد سری گوده که بشوی به همون شامپون انشالله بگیریش نور علا نور آدم کلان هم مایده را تراشیدنش آسونه تراشیدن حکمت های زیاد داره اولا سر تازه و آزاده میشه کودک برای اون که ای مادر روی خیلی بیچاره پپیتکا میکنه برکی میویه و ریبکی میویه و پاکی میویه و تو همون توری میشه که 6-7 پپیتکا میکنه تا وقتی که کودک در درون همون آبدان های یگان ویروس در او سرایت کرده نمیتونه حتی یک کودک با فکر همین خیتای دم تولد شد مادرش نمی بیمار نمی به همین کسلی کودک سالم تولد شد اگر دیده باشه زنکایی که کسلی سپید دارن امکان داره که فرزندی سالم داشته باشه فقط ایو را نمیگذارن که همون پایان تولد کنن به طریق طبیعی
کسری میکنن میگیرن شو برای که همین اودون که کفید هر ویروسی که باشد در کودک میچسبه پیش همه در سرش او سری و چقلو قدر اون نمیشوید کو همون سر پر میکروب و ویروس است حضرت میگفت امیت عنه الاذى از سر طفل چیزی را که باعث آزار و اذیت همون کودک میشوه دور کنه علما میگن همون چیزی که باعث آزار و اذیت میشوه همون موی سری هسته که کودک با اون موی سر از مادر تولد میشوه حتی یک مدیکی همین مصری اثبات کرد والله الان توها یاسین هم داشت اثبات کرده است که همین بیماری اپیلپسی هست کو دتسکای اپیلپسیا شیطان لموش ایرا در اسلام در همین مقصد علوم طبی اوموسیبیون میگن همین در بسیاری مورد میگن کودکای دم میشوه که موی سرشون نمیگیرن همون مویی که با مادر تولد شده است رو نمیگیرن برای حتما اون را گرفتن در یک زن در لندن کودکش میگیرن از طبیب میبرن دکتر کلینیک میبرن کودک مادر وقتی میکشوین سرش ترشیدگی من دکتر با تعجب میگه که شما الکی بخبر شده این زن میگه از چی میگه از همین منفعتی تراشیدن موی سر کودک چقلو این زن میگه بله کی شما را خبر کرد زمان میگه محمد صلی الله علیه و سلم دکتر میگه در مجلس شما محمد نبود یا محمد میگه ما مجلس شما دا چکار دارو محمد پیغمبر مورد حضرت ما را تاکید کرده گیه دکتر گفت که همین اندکی پیشتر یک کلگمو یا همکارمو اثبات کرد که اگر کودک تا 40 روزگی موی سرش تراشیده شود همین سببی بهتر شدن چند فایز بهتر شدن بینایی و شنوایی کودک میشه است در زیر پوست سر تارهای عصب قرار دارند همون وقتی میتراشی که همون تحریک میشوند و از وجدت سه میشوند این همین رگایی که در زیر سر هستند که همون و از وجدت سه میشوند ولی همین مسافدایی که در 70-80 به اچکی قرآن میخونن یا کسایی هستند که هر هفته سرشون همه تراشن روزای جمعه یعنی فایده داره به منفعت و به حکمت نیست بعد که موی سر گرفته شد موی سر پره باید گرفته شود خیلی کسی غیرت نداره با تیغ بگیره میتونه که با ماشینکه بگیره یا با قیچی بگیره اما کلی سر گرفتن در کن با وزن موی سر نقره صدقه کردن در کن ولی مردم اوضاع کردیم که کیلو بعضی هم خیلی میترسن که حتی یک از زنگ زده است میگه دوملو این بچه من 3 کیلو 200 گرم توانی شده این قتیلو روان ایجوری هم یک خونه بود گودک وزنش قطی نه وزن موی سری گودک قطی این موی سر بسیار سبوکه کرد بسیار اگر به حد زیاد تماشا 4 گرم میشود بعد کیلو نه کیلو نه اومده است در تمام متن احادیث وریق اومده است فیزا اومده است نقره ارزوی خاکسی اومده است همین زرگرو را پرسیدم ای 3 سومونی تا 10 سومونی را همین صفت خوبش 10 سومونی اکو او تروزویی که 3-4 گرم نشان بده بسیار کم است در همین زرگرو نیابی در سوپرمارکت بدروی از برای سالو بونم تروزوی الکترون را بینه 20 گرم میزنه اگه جا او 3 گرمی ترایسول میکنه همین توکلی انشالله هم 50 سوم صدقه سری فرزند یکون خمبغل دودن در و نهایت سوم رکن عقیقه گذاشتن نام باید نام خوب باشد نام زیبا باشد نام کتابی باشد نام تاریخدار باشد نام باشد که کودک همون نام به افتخار بردارد اگر به افتخار بگردد و خدا قسم مهمه یعنی چیز حضرت گفت انکم ستدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فردا روز قیامت شما را به نامهاتون و نامهای پدراتون صدا میکنند فلانی پسر فلانی فاحسنوا اسماءکم از همین خاطر نامتون خوب و زیبا بگذاره که سبب شرمندگی و خجالت و در دنیا و آخرت نشود تورالی بچه تیش علی از برای خدا در همین دنیا ایزا میکشه در سرای محشر ای خجالت از دیگر نمید نخچه بجا کنم و خدا گوری پدر مادر بتا که او دیگر نون گم شده است که تور تیشه همین کلخوزی پبیده ده این کلخوزی پبیده ولی به نام یوسف رجب شده دیگر پیش این همین قزاقان و اسپیچک و همین منطقه ها باور کنه تا همین قراولو را همش کلخوزی پبیده بود همین منطقه اوست شهر گرفت شد
یک رئیسی جماعت بود با نام حلیم فقول. شو آدم خوب بود، خدا رحمتش کنه، حاجی شد مو ولی در خیر حیات نیست. یک رفیق داشت رئیس جماعتی جوی بودم، فامیلش گم کردم و نامش زاغ ایورا. او یه روز میام جورش هم میگه کدوم عرکه میبره. از مرکز نوحیه زنگ میزنن، نوحیه لیلی ولی رودکی زنگ میزنه که مقصد همه حلیم و فخول در کاره. کاتبا میگه زاغ اومد پخولا بود. تو حاضر کودکا حتی میدونن میره رنگ انکدوت شده است. زاغ اومد پخولا بود. نکن نام مسلمان زاغ باشه و پخول باشه و از برای خدا یا نام نمیگذاری که هم کودک افتخار کنه. یا هم کورس داشتیم نامش بازی خشرو، فامیلیش خشرو، نگیریم نه خشرو رادیو بشناسن. او چستواش بویداکویچ بود. نام فامیلیش هم میگفته او دوره سویتی تو هم او چست وطن میگفتی جونت خلاص نمیشه. با اون معلم او چستوا بویداکویچ پس میگفت بیچاره میخندید همه سیم. آخه چی نکنه؟ هم یکی همون حکمتایی که در تقدیر آینده کودک تاثیر داره اینا میاد. کودکی که نامش بیزیر باشه از کامپلکس ها ولی کلان میشه. ام نامی خودش ایزا میکشه. گویا که یگان جنایتکار باشه. ولی الحمدلله خبر تیشه نداریم. نگیم متاسفانه بعضی نام‌ها بعضا میکنیم که اون نام نه اسلامی است، نه تاجیکی است، نه یک معنی داره. دخترای نازنین سابرینا. سابرینا. یه بچه این سابرینا عایشه صبر نیست. این یک کلمه ایتالیانی است، ایچی ای پاد. این نه اسلام است نه زمان تاجیکی اخی. عیب نیست دختری مسلمان نامای غیر اسلامی مونی. یا جو مهمون شدیم سال 2007 بود والله. هم صاحب خونه دخترکش مکتب خون بود است. ماریسابل بچم چوی ادم که با خدا قسم دروغ نمیگم. ماریسابل چوی ادم که بعد گفتم نام شب گفت ناشگری چوا ایچیه بعد یک میلی اپرا میرفت کتن میزرده پروستا ماریا بچه بود آیامو گرفته یک میگن نامی هم دکترش هم یا اخوانات بسوزه ای اوخی تو بایی امیدو فرزندم ماریسابل نام کرده پگه یه فاحشه میشه رود سیاه میشه و شرمنده میشه در دنیا و قیامت. ای خدا نمیترسی نخوب بوده که مسلمان ها ماریسابل نام کنن. اما وقتی که خطیب بودیم یک استودنت بچه های همی سربند است. اومد گفت بعد نماز جمعه گفت داملو دو در چادر شدم الحمدلله او تام میگن نامش فرعون میمونه. فرعون بو میگن نام که تو خی ای خدا نمیترسی نام پاتی فرعون دشمن خدا ای دشمن حضرت موسی ای میگه سغرای پادی نام زوچ نیای برام میمونه زوچ نی گفتم برا بو بارباسش نمیکنه ولی بارباس بود روشی پره مسئولیت پدر و مادر اینا باید نام خوب باشه. یعنی الحمدلله عبدالرحمن حضرت اکثر صحابه هایی را که نامش موافقت نمیکرد یا فالی بد داشت یا معنی اینا درست داشت نامشون عوض کرده است عبدالله یا عبدالرحمن نام کرده. از جمله همین حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه راوی امت اسلام این نامش درسترش عبدالشمس بود است. عبدالشمس ابن صخر دوسی اومد حضرت صلی الله علیه وسلم گفت نام چی است؟ گفت عبدالشمس. گفت این نام نمیشود. بنده فقط بنده الله میشود. انسان فقط بنده الله میشود نه بنده شمس میشود نه بنده قمر. نام تو گفت عبدالرحمن ولی نسبت نام حضرت ابو هریره حتی 16 واریانت ذکر کردن در همین کتب رجال اما درسترش میگن که عبدالرحمن است. عبدالرحمن ابن صخر نام به حد نامی خوبه. اینا کلام شما بچه جان با خاطر مطرح عبدالرحمن نام کردیم که این محبوب ترین نام نزدیک خداوند متعال بوده است. پسر حضرت ابوبکر صدیق عبدالرحمن نام داشت. این همین اکای بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها همین خیلی جوان مرد بود، همین خیلی مردی خدا بود، همین قدر سرسپرده بود. حتی در روایات اومده است که به خاطر اون که با یزید بیعت کنه 3 میلیون پیشنهادش کردن. 3 میلیون دلار 3 میلیون درهم که گفت به خدا قسم گفت
من آخرت ما به دنیا نمیفروشم. در همون راه سفر خدا رحمت و مغفرتش کنه از دنیا گذشت. حتی بعضی ورسیون هم اومده است که زهرش دادگی یا کشتگیانش اگه این قیل قتل اومده یا مجروح است لیکن تری ورسیون اومده اما گفت که من آخرت ما به دنیا نمیفروشم. این را ببینید برای هم یک بیعت کردن با یزید سرکشی کرد گفت من آخرت ما به دنیا نمیفروشم. از میان صحابه پیغمبر 10 صحابی است که اینا بزرگترین صحابه هستند. در وقتی حیات بودن شو حضرت صلی الله علیه و سلم بشارتی به جنت شده است. یکیش عبدالرحمن ابن عوف مرد خدا. بچه جوان من ترا برای عبدالرحمن ابن عوف نام تا عبدالرحمن گذاشتم. وقتی تاریخ عبدالرحمن ابن عوف در پیش همون تفلک میکنی میدونه که بچه خیلی افتخار و نام میگیرم میگرده فخر میکنه به خدا قسم همون نامش. یک کودکک در دواری ماز نامش حبیب نامو چیه میگن؟ میگه حبیب و ایتری میکنه همون دیده است همون جنگوی حبیبه با سجده میکنن روش طرف قبله همون نام فخر میکنه. همون مسلمانان باید دارم قهرماناش نبشناسن. بچه جان من ترا به خاطر عبدالرحمن ابن عوف مقصد نامگذاری کردم. مردی که حضرت صلی الله علیه و سلم در وقت حیات بودنش بشارتی به جنتش داد است. ثروتمندترین آدم روی دنیا بودی حضرت. ثروتمندترین آدم روی دنیا. مال و ثروت زیادی در مکه داشت به خاطر خدا و پیغمبر ای بحری تمام مالش گذشت اینم تا دست خالی بود خیست مدینه منوره هجرت کرد. نان خوردن نداشت. حتی در یکی از مجلس ها حضرت صلی الله علیه و سلم او یا سعد انمی عبدالرحمن برادر دینی این سعد ابن ربیع یکی ایامو ثروتمندای مدینه بود. دیگه آغوشش گرفت بوسش کرد برو مدن خطیش او به خدا قسم ای فرزندای پدر ما برای تو بالایی برای که تو پیغمبر برادری من گفته است بیا بریم. گفت 200 شتر داریم شتر را برابر تقسیم میکنیم 100 شیطه 100 شیما اینوی خونه را ایسی برابر میکنیم نیم شیطه نیم شیما 400 نهال خرما دارم. گفت 200 شیطه 200 شیما 2 زن دارم. گفت زنو ما طلاق میکنم ایده شو که برمد تا یک شخص که بگی دیگری شبا خودم نکاح میکنم بگیرم که حضرت گفت برادر جان خونه و درد هم به خودت نصیب کنم شتر مولوت هم و زنات هم از برای خدا گفته همین بازار را نشانم بده. مردک توجیری کلام بود. مردم مدینه تجارت نمیفهمیدن. این مکه مکرمه همه توجیر بود. برای در مکه زراعت نمیشود او علفی نداره که مال و حول پروری کنن. تمامی مردم تجارت میکنن. بعضش کروب نمیزنن بعضش ایوم میخرن ارزوتر میفروشن همونجا بعضش همین نام خورده همون روزش هم میگیرن نسیان یورا میفروشن زندگیشون رو ببینن. حضرت گو بازار را نشونم تا همین نزدیکترین بازار کجا دست شگری بازار بنی قینقاع آورد. این بازار بنی قینقاع در همین بین مدینه منوره است. بازار یهودی ها مردم انصار مردم اوس خزرج تجارت اکی نمیتونستن همه بازارو در دست یهودی ها بود. این حضرت تاجر به داخل داشت همون ژیلکا داشت نگاه کرد نرخ نوار را فهمیده ای همین قروت و پنیر خشک و همین جرغوت انتریو سر کرده است. رفت همین گردوانا از دیهات اطراف نسیه خریده یک توار نقد فروخت. همین تر روی صاحب طول شد. یا 2 ماه پس حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که عبدالرحمن ابن عوف ریشه حینقتی رنگ کرده. این اصلا حینقتی رنگ کرده ریش در او عصر زمان رنگ همین شنلی 5 زدن ایده. بعد گفت عبدالرحمن وقت خشم تو گفت حضرت زن گرفته. گفت چند قدر مهریه دادی؟ گفت 1 اوقیه. 1 اوقیهش 40 گرم میشود. 1 اوقیه ایرانی 1 اوقیه دینار داده است زن گرفته است. و حضرت در حقش دعا کرد. همین در مدت چند سال با ثروتمندترین شخص در جزیره عربستان مبادل شد. مایده ترین کاروانش میگه 1000 شتر داشت. ایرانی تا مردی خدا ایش سخاوت چه نمیگه این جوانمردی وجود چه نمیگه. لشکری همون جیش اسرا را در سال جنگ تبوک حضرت همین خیلی کمک کرد که مقصد که کسایی که مولی سواری نداشتن شتر شد
کسایی که زورشون میرسید که شمشیر بخرن شمشیر خریداد شد. یعنی مردی خدا جوان مردانه زندگی کرد. وقتی که حضرت عمر کرد خورد 6 نفر انام شد. از میان صحابه پیغمبر 10 صحابی است که اینا بزرگترین صحابه هستند. در وقتی حیات بودن شد حضرت صلی الله علیه و سلم بشارتی به جنت شدند است. یکیش عبدالرحمن ابن عوف مردی خدا. بچه جان من ترا برای عبدالرحمن ابن عوف نام تا عبدالرحمن گذاشتم. وقتی تاریخ عبدالرحمن ابن عوف در پیش همون تفلک میکنی میدونه که بچه خیلی افتخار اون نام میگیرم میگرده فخر میکنه با خدا قسم همون نامش. یک کودکک در دواری ماز نامش حبیب نامو چیه میگن؟ میگه حبیب با ایتاری میکنه همون دیده است همون جنگوی حبیبه با سجده میکنه روش طرف قبله همون نام فخر میکنه. همون مسلمانان باید دارم قهرماناش نبشناسن. بچه جان من ترا به خاطر عبدالرحمن ابن عوف مقصد نامگذاری کردم. مردی که حضرت صلی الله علیه و سلم در وقت حیات بودنش بشارتی به جنتش داد است. ثروتمندترین آدم روی دنیا بودی حضرت. ثروتمندترین آدم روی دنیا. مال و ثروت زیادی در مکه داشت. به خاطر خدا و پیغمبر ای بحری تمام مالش گذشت. اینم تا دست خالی بود خیست مدینه منوره هجرت کرد. نان خوردن نداشت. در یکی از مجلس ها حضرت صلی الله علیه و سلم او یا سعد انمی عبدالرحمن برادر دینی این سعد ابن ربیع یکی ایامو ثروتمندای مدینه بود. دیگه آغوشش گرفت بوسش کرد برو مدن قطیش او به خدا قسم ای فرزندای پدر ما برای تو بولایی برای که تو پیغمبر برادری من گفته است. بیا بریم گفت 200 شتر دارم شتر رو برابر تقسیم میکنیم 100 شیطه 100 شیما اینوی خونه را پیسی برابر میکنیم نیم شیطه نیم شیما 400 نهال خرما دارم گفت 200 شیطه 200 شیما دو زن دارم گفت زنو ما طلاق میکنم ایده شو که برمد تو یک شخص که بگی دیگری شبا خودم نکاح میکنم بگیرم که حضرت گفت برادر جان خونه و درد هم به خودت نصیب کنم شتر مولات هم و زنات هم از برای خدا گفته همین بازار را نشانم بده. این مردک توجیه کلام بود. مردم مدینه تجارت نمیفهمیدن. این مکه مکرمه همه توجیر بود. برای در مکه زراعت نمیشود. او علفی نداره که مال و حول پروری کنن. تمام مردم تجارت میکنن. بعضش خروب نمیزنن. بعضش ایوم میخرن ارزونتر میفروشن همونجا. بعضش همین نام خورده. همون روزش هم میگیرن نسیه و یورا میفروشن زندگیشون رو ببینن. حضرت گو بازار را نشونم تا همین نزدیکترین بازار کجا دست شگری بازار بنی قینقاع آورد. این بازار بنی قینقاع در همین بین مدینه منوره است. بازار یهودی ها مردم انصار مردم اوس خزرج تجارت که نمیتونستن همه بازار رو در دست یهودی ها بود. این حضرت تاجر بود داشت همون ژیلکا داشت نگاه کرد نرخ نوار را فهمیده ای همین قروت و پنیر خشک همین جرغات اینطوری سر کرده است. رفت همین گردوانا از دیهات اطراف نسیه خریده گرفت آورد نقد فروخت. همین تا روایش فهمید طول شد. دو ماه پس حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که عبدالرحمن ابن عوف ریشه حینقتی رنگ کرده. این اصلا حینقتی رنگ کرده ریش در او عصر زمان رنگ همین شنلی 5 زدن ایده. بعد گفت عبدالرحمن وقت خشم تو گفت حضرت زن گرفته. گفت چند قدر مهریه دادی؟ گفت 1 اوقیه. 1 اوقیهش 40 گرم میشود. 1 اوقیه ایرابی 1 اوقیه دینار داده است زن گرفته است. و حضرت در حقش دعا کرد. همین در مدت چند سال با ثروتمندترین شخص در جزیره عربستان مبادله شد. مایده ترین کاروانش میگه 1000 شتر داشت. ایرابی تا مردی خدا ایش سخاوت چه نمیگوی؟ این جوانمردی وجود چه نمیگوی؟ لشکری همون جیش اسرا را در سال جنگ تبوک حضرت همین خیلی کمک کرد که مقصد کسایی که مال سواری نداشتن شتر شد. کسایی که زورشون نمیرسید که شمشیر بخرن شمشیر خریداد شد. یعنی مردی خدا جوانمردانه زندگی کرد. وقتی که حضرت عمر کرد خورد 6 نفر نام گرفت که از همه لایق‌تر به خلیفگی همیان
حضرت عثمان، حضرت علی، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، زبیر ابن عوام و طلحه ابن عبیدالله. همین 6 نفر گفت یک نفرش باید خلیفه شود. ولی همین به جنجال انجام یافتن، به فتنه انجام یافتنش خدمت همین حضرت عبدالرحمن ابن عوف اومد قطعشو مصلحت کرد. اخیر وقت مصلحت گفت من نامزدی خدمت کاندیداتورا ما گرفتم، من دعوای خلیفگی ندارم، آیا شما راضی میشوید که کسی قطعی من بیعت کنم شما را بیعت کنید؟ گفتم بله. از بس که از فضیلت حضرت عثمان آگاه بود، از حلم و بردباریش آگاه بود، اومد قطعی حضرت عثمان بیعت کرد. به یگون جنگ، به یگون خونریزی، به یگون فتنه، به همین شکل حضرت عثمان خلیفه شد. این از همون زیرکی و کاردانی و بزرگی و عظمت مجدی حضرت عبدالرحمن ابن عوف شهادت میده. فرزند عبدالرحمن نام کردن، عجب نام زیبا و خوشبو. خداوند محفل مبارک بگرداند. آمین. عبدالرحمن جان آمین. خدا عافیت عظیم سلامت حفظ کنه. ارزونا و این نام بزرگ سزاوار، عالم با عمل، قاری قرآن، محب خدا.